یوسفم و این برادرم بنیامین است. همون که نمیخواستیم جانشین پدر شود، جبه ولایت و کمربند نبوت را از پدر به ارث برد. آری، من همان برادرم. خداوند بر من منت نهاده است. او اجر کسانی که تقوا داشته باشند و صبر پیشه کنند ضایع نمی کنند. میبینی که سرفکنده و شرمساری. حال با ما چه خواهی کرد؟ برادر با برادر جز عفو و مهرورزی چه میکنه؟ ما هم برادر بودیم، پس چرا با تو این گونه ستم کردیم یوسف؟ من گذشته را فراموش کردم. همانجا درون چاه شما را بخشیدم.